مرزبانان تاجیک در حال از 24مین سالگرد تأسیس یابی نهاد خود تجلیل می‌کنند که تمام این سالها و به ویژه سالهای اخیر حفظ مرز دولتی و حدودهای آن از پرچالش‌ترین مسئله‌ها در امر تامین امنیت کشور محسوب می‌شود. تهدید گروه‌های سلاح به دست به امور مرز با افغانستان، قاچاق مواد مخدر و اسلحه از سخت‌ترین چالش‌های مرزبان‌های تاجیک در سال‌های اخیر گفته می‌شود. محمد اولو خوجایف سخنگوی قشون‌های سرحدی تاجیکستان می‌گوید به مناسبت روز مرزبانان تاجیک چندین سربازان و افسران با مدال و تحفه‌ها قدردانی شدند. جناب اولو خوجایف در صحبت به رادیو آزادی گفت در روز عیدشان برای مرزبانان در شفاخانه مرکزی حربی قشون‌های سرحدی میدان ورزشی بنیاد گردید. سخنگوی قشون‌های سرحدی میگوید دوام 24 سال فعالیت مرزبانان تاجیک از ده‌ها قانون شکنی در مرز جلوگیری کرده مقدار بزرگی مواد مخدر را مصادره کردند. در برابر آشکار کردن این ده‌ها قانون شکنی سرحدبانان تاجیک قربانی‌ها نیز دادند. هرچند مقامات آمار مرزبانان قربان شده به هنگام اجرای مسئولیت کسبیشان را نشر نکردند، اما پرسر و صداترین قربانی این کشته شدن پلکان خیرالدین احتموف میباشد. خیرالدین احتموف در یک شبیخون 2 دکبر سال گذشته در مرز افغانستان و تاجیکستان کشته شد. او بلندترین افسری بود که در جریان مبارزه با گروه‌های مرزشکن و قاچاقچی جان داد. مقامات مرزبانی میگویند وضع در مرز افغانستان با تاجیکستان در سال و ماه‌های اخیر نگران کننده شده است. بخصوص جمع‌شوی 7000 جنگجو در آن طرف مرز از نگرانی‌های اصلی باقی میماند. تحلیلگران نیز میگویند خطر گذشتن جنگجویان به این جانب مرز دائما وجود دارد. نورعلیشان نظرов سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان هم مرز با افغانستان را از مشکل‌های اصلی برای مرزبانان تاجیک ارزیابی کرد. سابق فرمانده نیروهای مرزبانی گفت تا زمانی که وضع در افغانستان آرام نشود وضع سرحدبانان تاجیک مشکل خواهد بود. نورعلیشان نظرов میگوید زیر نظارت جدی گرفتن 1400 کیلومتر مرز با افغانستان و آشکار کردن قانون شکنی‌های زیاد در سرحد نشان می‌دهد که مرزبانان تاجیک توان حمایت مرز را دارند. مرزبانان تاجیک شروع از سال 2005 به این سو نظارت مرز با افغانستان را که تا آن زمان همراه با روسیه اداره میشد به عهده خود گرفتند. مهدی صابر تحلیلگر دیگری مسائل امنیتی میگوید با نظرداشت وضع منطقه مرزبانان تاجیک همیشه با چالش‌های بزرگ روبرو میباشند. مهدی صابر میگوید حکومت باید تمام چاره‌ها را بیاندیشد تا مرزبانان از همه جهت تامین باشند، چون به قول این کارشناس تاجیک در این سمت کمبودی‌های دیده میشود. تاجیکستان با 4 کشور ازبکستان، قرقیزستان، چین و افغانستان بیش از 4000 کیلومتر مرز مشترک دارد. مرز میان تاجیکستان با افغانستان وابسته به وضع کشور همسایه متشنج می‌گردد.